ادب و احترام دارم خدمت کلیه دوستان و عزیزان گرامی. در این قسمت ما در حوزه بحث تایم کامپلکسیتی و بیگ او n log n رو مورد بررسی قرار خواهیم داد. موضوع بیگ او 1 مورد بررسی قرار داده شده است، بحث لاگ n مورد بحث قرار داده شده است، بحث خود بیگ او n مورد بحث قرار داده شده. امروز ما بحث n لاگ n رو مورد بررسی قرار خواهیم داد. n لاگ n. دوستان عنایت بفرمایید، من اینجا میخواهم که در واقع این موضوع رو بیان کنم که بحث بیگ او n لگاریتم n ما امروز این رو مورد بحث قرار خواهیم داد. بحث n لگاریتم n دوستان شما میدونید دیگه این در اصل چی هست؟ این در اصل این هست، یعنی ما میگیم بیگ او به اصطلاح این n تعداد که ورودی داریم این ضرب در لگاریتم n هست، همین هست، چیزی دیگری نیست. یعنی چی؟ این یعنی چی؟ این یعنی این که اگر ما یه دونه تیکه کد، یه دونه الگوریتمی داشته باشیم که این به اصطلاح یه دونه به اصطلاح پیچیدگی بیگ او n داشته باشه و داخل اون به اصطلاح بیگ او n، داخل اون تیکه الگوریتم بیگ او n یه چیزی داشته باشیم که این پیچیدگیش به اصطلاح بیگ او به اصطلاح لگاریتم n باشه، ترکیب اینها چیزی رو به وجود میاره تحت عنوان بیگ او n ضرب در لوگ n. میشه این، میشه همین که میخوایم این رو بررسی کنیم. شما میدونید دیگه ما او n رو به اصطلاح مورد بررسی قرار دادیم، او لاگ n رو هم مورد بررسی قرار دادیم. اگر این دوتا با هم ترکیب بشه یه پیچیدگی زمانی به وجود میاد که به اصطلاح مربوطه به این میگن که بیگ او n در لاگ n. این یعنی چی دوستان؟ این یعنی این که بگذارید ما موضوع رو به صورت مفهومی مورد بررسی قرار بدیم. این موضوع حائز اهمیت است. ببینید بحث n log n میگه آقا به اصطلاح شما به ازای هر n ورودی که داری، خب ببین به ازای، این مهمه، به ازای هر n ورودی که داریم لاگ m بار عملیات اجرا میشه. تو در تو هست، میبینیم دیگه اینها ضربه تو در تو هست، یعنی اون تیکه الگوریتمی که پیچیدگی زمانی بیگ او لگاریتم n داره داخل یه الگوریتمیه که پیچیدگی زمانیش او n هست. شما او n میدونید دیگه، وقتی همه چیز قرار پیمایش بشه این پیچیدگیش او n میشه و به اصطلاح موضوعاتی که گفتیم دیگه در قسمت های قبل میاد یک چیزی رو هی نصف میکنه، هی به اصطلاح تقسیم بر 2 میشه، این هم پیچیدگیش لگاریتم n هست. یعنی اگر چیزی داشته باشیم که همه چیز رو پیمایش کنه و داخل اون یک چیزی داشته باشیم که یک چیزی رو هی نصف کنه، مثل شما الگوریتم، مثلا عرض کنم خدمتتون که اینجا میخوام بنویسم، مثل شما الگوریتم مرج سورت رو در نظر بگیرید. این الگوریتم یک مثال بارز و مصداق بارزی است برای پیچیدگی n لگاریتم n. یا میتونیم مثلا هیپ سورت رو در نظر بگیریم. شما هیپ سورت رو در نظر بگیرید. هیپ سورت یک مثال بارزی میتونه باشه برای این بحث
عرض کنم خدمتتون که موضوع n log n یعنی پیچیدگی اوی n و پیچیدگی لگاریتم n در هم تنیده شدن در این ماجراها. اما من کاری با این موضوعات ندارم فعلا. من میخوام در واقع پیچیدگی n log n رو به طرزی میخوام بگم که متوجه بشیم ما که موضوع چی هست. من میخوام بگم که میتوان به اصطلاح یک کدی نوشت که این رو ما بتونیم درک کنیم. الان میخوام در واقع این کار رو من انجام بدم. میخوام که یک به اصطلاح تیکه کدی رو من بنویسم. البته من فکر میکنم که در زمان اوی ان یک تیکه کدی نوشتیم. بله اینجا هست. من همین رو کپی میکنم، اینجا پیست میکنم، این رو میگذارم بمونه. اما این رو هم ما میخوایم که در واقع تایم کامپلکسیتی اوی n لگاریتم n رو اینجا بررسی کنیم. دوستان ببینید، من میخوام یک کاری بکنم که به اصطلاح این رو ما بیایم پیاده کنیم. چه کنیم؟ بیایم یک کاری کنیم که یک چیزی اوی m بار اجرا بشه. مثلا شما حلقه ها رو در نظر بگیرید. گفتم دیگه در جلسات پیش حلقه های فور پیچیدگیشون اوی n هست. چرا؟ چون به تعداد در واقع nی که ما میدیم این حلقه پیمایش میشه. پس اگر ما یک به اصطلاح فور داشته باشیم، بگیم که آقای فور شما یه دونه اینت آی داری که از چی شروع میشی؟ از یک شروع میشی، میری به سمت اون عددی که من بهت میدم، میری به سمت در واقع تا اون زمان میری جلو که در واقع آیت کوچکتر مساوی یه عددی هست، مثلا عدد 10 فرضاً. چه کار میکنی؟ آی رو پلاس پلاس میکنی. درسته؟ شما وقتی آی رو پلاس پلاس میکنی این میشود حلقه من. درسته؟ حالا من میتونم این رو یک متغیر تعریف کنم اینجا به نام عرفش n هست. این رو n بدم، بعد این n رو بیارم در واقع بذارم اینجا. درسته؟ چون من میخوام که حلقه تو در تو بشه. بعد میخوام از این nی که تعریف کردم در واقع داخل اینجا هم استفاده کنم. بعد بگم دیگه موضوع چیه، چون اگه دستی بدم نمیتونم وابسته کنم این رو. الان ببینید دوستان، من چه کار کردم. این حلقه ای که نوشته شد در واقع میگه چی؟ میگه آقا من یک حلقه هستم که به تعداد ورودی که به من دادی من اجرا میشم. این رو هم من توانم دو در نظر بگیرم. حالا یکم کارمون راحت تر بشه برای توضیح این موضوع. خب چه اتفاقی رخ میده عزیزان؟ اینجا این حلقه پیچیدگی زمانیش چی هست؟ مشخصا شما الان میتونید این رو پاسخ بدید. پیچیدگی زمانی این حلقه اوی n هست. درسته؟ اوی n. چرا؟ چون به تعداد به اصطلاح ورودی که دادم این پیمایش باید صورت بگیره داخل این حلقه. اما من میخوام اینجا چه کار کنم؟ میخوام یک متغیر دیگه ای تعریف کنم تحت عنوان شما فرض کنید مثلا اینت به اصطلاح یک اینت مثلا زی تعریف میکنم. این رو من میخواستم دستی بدم عددش رو. اگر دستی بدم وابستگی صورت پیدا نمیکنه. این رو فرض کنید من میتونم بدم 8، اما نمیخوام این کار رو بکنم. میخوام این رو وابسته بکنم به اصطلاح اون متغیر بیرونی که در به اصطلاح اون اسکوپ قبل از فور تعریف کردم. البته درسته دیگه. این رو من اگر بدم n، j به n همواره یک وابستگی پیدا میکنه دوستان. درسته؟ الان اینجا من دوستان میخوام چی کار کنم؟ اینجا میخوام بگم که اگر بخوایم این رو پیاده سازی کنیم،
من اینجا گفتم که اینت n 8 باشه. درسته؟ یک حلقه می نویسیم، بعد یک متغیر دیگری رو تعریف میکنم میذارم این. الان من باید یک کاری بکنم که این در واقع به طرزی یک الگوریتم بنویسیم که به اصطلاح این بیاد و قبل از آنی که این چیز بشه، به اصطلاح j کوچکتر از m بشه، این بیاد مجددا یک کاری رو برای ما انجام بده. به فرض مثال من اگر یک حلقه به اصطلاح وایلی بنویسم اینجا، بگم تا زمانی که چی شمای j مگر 8 نیستی. درسته؟ 8 j رو دادم n، این میشه 8. الان میخوام چه کار کنم؟ میخوام بگم که به اصطلاح یه وایلی میخوام اینجا بگم که وایل یه چیزی، شما بیا چه کار کن، بیا هر دفعه این j که وجود داره، این j رو لوگاریتم n چه کار میکرد؟ گفتیم نصف میکنه دیگه. درسته؟ این j رو شما نصف کن هر دفعه. چه اتفاقی رخ میده اینجا دوستان؟ عنایت ویژه بفرمایید. اینجا هر دفعه که این وایل، حالا من شرطش رو ننوشتم، باید اول تحلیل کنیم. اینجا چه اتفاقی رخ میده؟ اینجا j هر دفعه به اصطلاح تقسیم بر 2 میشه. اتفاقی که رخ میده در واقع این حلقه پیچیدگی زمانیش چی میشه؟ این حلقه پیچیدگی زمانیش میشود در واقع او بیگ اوی لوگاریتم n. اگر من اینجا بیام بگم که شما تا زمانی که این j که هست، تا اون زمانی که این میاد این رو تقسیم بر 2 میکنه دیگه، 8 میگه 8 تقسیم بر 2 میشه 4، 4 تقسیم بر 2 میشه 2 تقسیم بر 2 میشه 1. پس اینجا من میگم شما تا زمانی که بزرگتر از 1 هستی ادامه بده کار رو، هر دفعه این رو نصفش کن، بعد حالا یه کاری کن که به اصطلاح این اوی 1 دیگه. یه کاری هم اینجا میکنیم که به اصطلاح یه مثلا فرض کنید یک سی آوتی هم بزنیم، مثلا بگیم سی آوت کن آی رو و بعدش j رو، حالا یه همچین چیزی. درسته؟ این هم پیچیدگیش چیه؟ این هم پیچیدگیش اوی 1 هست که در اصل تأثیری نخواهد داشت در این عملیات. درسته؟ الان دوستان چه اتفاقی رخ میده؟ من میخوام اینجا حالا فرض کنید این رو هم ببندیم. خب اینجا که اینها رو ما نوشتیم، یک اتفاق اینجا رخ خواهد داد. اون اتفاق چی هست دوستان؟ ببینید اون اتفاق این هست که من این رو یک تحلیلی بکنم. ما اینجا یک متغیری تعریف کردیم، گفتیم شما 8، بعد اینجا یه حلقه ای زدیم روی این 8، بعد گفتیم شما i++ شو. این یک پیچیدگی ایجاد کرد تحت عنوان اوی n. چرا؟ چون 8 به تعداد n بار این پیمایش می شود کل این ذره. خب گفتیم که لوگ n چی هست؟ لوگ n هر چی که نصف بشه میشه لوگاریتم n. اینجا چه کار کردیم؟ یک وابستگی ایجاد کردیم بین j و n، به اصطلاح این رو بله دیگه دقیقاً کار درستی انجام دادیم. الان اینجا گفتم آقا تا زمانی که شمای j بزرگتر از 1 هستی، شما بیا این داخل این رو تا زمانی که این شرط برقرار باشه این رو اجرا کن. درسته؟ شرط چه زمانی برقرار خواهد بود؟ اون زمانی که j همواره بزرگتر از 1 باشه. درسته؟ چه زمانهای j بزرگتر از 1 هست؟ تا اون زمانی که این تقسیم های متوالی، نصف شدن های متوالی انجام بده تا برسه به 1. ببینید ما اگر بریم به او لاگ n، اینجا گفتیم دیگه، ببینید
در جلسات قبل توضیح دادم اونقدر نصف میکنه میاد برسه به 1. دقیقا همین اتفاق رو اینجا ما پیاده سازی کردیم. گفتیم که آقا شما در اول مگر 8 نیستی، 8 رو تقسیم بر 2 کن بشه 4. مجددا بزرگتر از 1 هست، بله. 4 رو تقسیم بر 2 کن بشه 2، بزرگتر از 1 هست، بله. 2 رو تقسیم بر 2 کن بشه 1، 1 بزرگتر از 1 هست، خیر. از این وایل خارج می شود، میاد برای بار دوم این حلقه رو پیمایش میکنه. درسته؟ عنایت دارید در واقع چه اتفاقی رخ میده. برای بار دوم آی می شود 2 میاد داخل این اتفاقی که رخ میده. مجددا این جریان تکرار میشه، مجددا می شود 3 4 5 الی 8. این می رود جلو. اما در واقع به اصطلاح اتفاقی که اینجا حاکم هست این هست که من این جریان رو میخواهم در واقع یک تریسی هم روی در واقع این جریان داشته باشیم که در واقع این مسئله خالی از لطف هم نمونه. ببینید چه اتفاقی رخ میده دوستان. اینجا یک اتفاقات مهمی رخ میده. ببینید ما اگر بیایم و بگیم که ما میخواهیم در واقع این تیکه کد رو از اینجا یک بررسی بکنیم. من میخوام به شما بگم که الان این تیکه کد رو اگر به من بدهند، من میگویم که در واقع تایم کامپلکسیتی این او n log n هست. n log n هست. چون تو در تو هستند ضرب می شود. اگر تو در تو نبودند این به اضافه می شد. موضوع حائز اهمیتی است. ببینید دوستان این اوی 1 دیگه اصلا به کار ما نمیاد. کلا اوی 1 اینجا به کار ما نمیاد. چه اتفاقی رخ میده دوستان؟ بیایید با هم دیگه تریس کنیم. من میگم که در اینجا به اصطلاح آی مساوی 1 هست در گام اول. وقتی آی مساوی 1 هست من کانترهای به اصطلاح میخوام که اون حلقه ها رو بشمرم دیگه. در واقع کانتر وایلم به اصطلاح j هست، کانتر فورم آی هست. میگم در گام اولم که آی 1 هست میاد وارد این حلقه میشه. میگه که j مساوی 8 هست. در این کانتر j به اصطلاح بزرگتر از 1 هست وارد میشه و این کد اجرا میشه. درسته؟ وقتی این کد اجرا میشه چه اتفاقی رخ میدهد؟ میگویم که آقای شماره 8ی که به شما داده بودم 8 تقسیم بر 2 کن منتسب کن به این j چه عددی به من میدهد؟ 8 تقسیم بر 2 به من میدهد 4. پس j هم در این گام میشود 4. عنایت ویژه داشته باشید. این میاد و به اصطلاح فرض کنید که این قسمت اجرا میشه. میگه که آقا آی رو چاپ کن، j رو چاپ کن. این آی به اصطلاح در اینجا 1 هست، j هم در اینجا چه عددی هست؟ شد 4 و سی آوت کرد این رو. خب این شد گام اول. بریم گام دوم رو با هم دیگه بررسی کنیم. در گام دوم چه اتفاقی رخ میدهد؟ میاد میگه که خب تقسیم کردم. مجددا آیا این شرط هم برقرار هست؟ بله برقرار هست. یعنی چی برقرار هست؟ اینجا j بزرگتر از 1 هست. بله. پس مجددا داخل وایل باید اجرا بشه دیگه قاعدتا. عنایت دارید. خب چه اتفاقی رخ میده؟ آیا اعتقاد ما بر این هست که آی مساوی 1 هست فعلا؟ درسته؟ بله. چرا؟ چون فعلا در ایتریشن 1 در واقع 4 هستیم. درسته؟ اینجا چه اتفاقی رخ میده؟ اینجا 4 هست. 4 رو تقسیم بر 2 میکنه منتسب میکنه به این. در نتیجه عددی که برای ما چاپ خواهد کرد چه عددی هست؟ j اینجا میشود چه عددی؟ 2. آیا j بزرگتر از 1 هست؟ آیا عدد 2 بزرگتر از 1 هست؟ بله بزرگتر از 1 هست. چه اتفاقی رخ میده اینجا؟ چون به اصطلاح j بزرگتر از 1 هست، اتفاقی که اینجا رخ میده مجددا داخل حلقه وایل به عنوان ایتریشن سوم این اینجا اجرا میشه. اعتقاد ما بر این هست که در این مرحله آی مساوی 1 هست و
J میاد میگه که آقا من شماره 2 هستم دیگه، درسته؟ 2 تقسیم بر 2 میشود 1 و 1 رو منتسب میکنم به J. پس همواره اگر C out بشه J اینجا عدد 1 هست، درسته؟ بسیار خوب. پس I مساوی 1 J مساوی 1 چه اتفاقی رخ میده؟ آیا J بزرگتر از 1 هست؟ خیر. چرا خیر؟ چون مساوی 1 بزرگتر از 1 نیست. شرط برقرار نیست، خارج میشه از حلقه، میاد ایتریشن دوم فور رو اجرا میکنه، پلاس پلاس میکنه، آی میشود چند؟ میایم یک گام بعد. دوستان من خواهش میکنم اینجا عنایت ویژه داشته باشید، اینجا آی شده است 2، درسته؟ در ایتریشن دوم هستیم. ببینید من میخوام اینجا یک نتیجه گیری اساسی انجام بدم. ببینید ما ایتریشن دوم رو کامل میخوایم تریس بکنیم. اینجا آی شده است 2، توجه دارید، آی شده است 2. می آییم و J رو مساوی n میکنیم، میگوید که آقا جان بله چه اتفاقی رخ داده است؟ چه اتفاقی رخ داده است؟ J مساوی n شده، مجددا J 8 هست. تا زمانی که J بزرگتر از 1 هست این رو ادامه بده. 8 مساوی 8 تقسیم بر 2 چه اتفاقی میفته؟ J می شود 4. J می شود 4. آیا 4 بزرگتر از 1 هست؟ مجددا ایتریشن دوم وایل اجرا میشه. اعتقاد ما بر این هست که در این مرحله I برابر 2 هست، درسته؟ چه اتفاقی رخ میده دوستان؟ I مساوی 2 هست، J 4، 4 تقسیم بر 2 چند می شود؟ 4 تقسیم بر 2 می شود 2. 2 منتسب میشه چاپ میشه، J میشه 2. آیا 2 بزرگتر از 1 هست؟ بله. چه اتفاقی رخ میده؟ ایتریشن سوم وایل اینجا انجام میشه. ببینید معتقدیم که I همواره الان 2 هست، اما J چنده؟ 2 مساوی 2 تقسیم بر 2. چاپ کن. 2 تقسیم بر 2 چه میشود؟ میشود 1. آیا J 1 هست یا خیر؟ بله 1 هست. ببینید دوستان چه اتفاقی رخ داده است اینجا. میخوام به این موضوع برسیم. این موضوع بسیار حائز اهمیتی هست. ببینید خب این ایتریشن اول ما بود، این ایتریشن دوم ما بود. خب چند بار این قرار هست انجام بشود؟ ببینید دوستان همواره داخل این قسمت که ما میایم در واقع J رو تقسیم بر 2 میکنیم به ازای هر آی 3 بار این اجرا میشه. ببینید و همواره همیشه J 4 2 1 4 2 1 و هر دفعه یک در واقع استپر آی یه دونه در واقع پلاس پلاس میشه تا این پیش میرود. شما فرض کنید که به اصطلاح این گونه چه میگویند، به اصطلاح این پیش میرود تا چه اتفاقی بیفته دوستان عنایت بفرمایید، تا این میرسد به در واقع گام هشتم. آی میشود 8 دوستان. میخوام این گام رو هم با هم اتریشن کنیم، با هم تریس کنیم، ببخشید. آی میشود 8. آی میشود 8 میاد و به اصطلاح J رو میگه که بذار 8. تا زمانی که J بزرگتر از 1 هست این رو داخل وایل رو اجرا کن. چه اتفاقی میفته؟ J مساوی J تقسیم بر 2 میشه، یعنی 8 مساوی 8 تقسیم بر 2 میشه، J میشه در واقع 4. همین امر برای بار دوم مجددا I 8 هست، J میشود چند؟ 2. مجددا این امر صادق هست. اینجا I چند هست؟ 8. J چند هست؟ J شده است 1. دوستان عنایت بفرمایید، میخوام به این موضوع دست پیدا کنیم که برای هر آی 3 بار حلقه وایل اجرا شده، چون لگاریتم 8 مساوی 3 میشه همیشه. ببینید دوستان میخوام این رو من نشون بدم که اجازه بدید من اینجا
این رو من بیان کنم. شما این کد رو دیدید دیگه. ببینید من میخوام این رو اینجا بیان کنم دوستان، خواهش میکنم عنایت ویژه داشته باشید. من میخوام این رو بگم که آقا جان لگاریتم 8 تو لگاریتم پای 2 چیه؟ 2 چند بار به خودش ضرب میشه که بشه 8؟ 2 ضرب در 2 میشه 4 ضرب در 2 میشه 8. چه اتفاقی رخ میده؟ 3 گام. میبینید 3 گام به ازای هر استپ از الگوریتمی که پیچیدگی اوی n داره، یعنی اونی که اوی n داره به ازای وایلی که نوشتیم هر دفعه داره لاگ n عملیات رو انجام میده. یعنی گفتیم n لاگ m بار. در اول این قسمت عرض کردم که n لاگ n یعنی چی؟ یعنی به ازای n ورودی که داریم لاگ m بار عملیات در واقع تکرار می شود. این همین موضوع هست دوستان، این همین موضوع هست. به ازای m ورودی لاگ m بار عملیات در واقع تکرار میشه. ببینید به ازای هر nی که دادیم یعنی 8 بار. ببینید عرض میکنم 1 2 3 4 5 6 7 8 بار. چه اتفاقی رخ میده؟ لوگ m بار عملیات تکرار میشه. 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3. میبینید دوستان به این مفهوم در بحث الگوریتم میگویند در واقع n لاگ n، یعنی یک تایم کامپلکسیتی که در واقع اوی n هست و لاگ m بار این عملیات داخل این در واقع به وقوع پیوسته است. این حالا موضوع حائز اهمیت است. دوستان ببینید من یک واقعیت رو میخوام اینجا بیان کنم، اون هم این هست که خیلی از عزیزان به اصطلاح مشکل دارند در این مفاهیم. اینها یک سری مفاهیم هستند. ببینید شما تیک کد رو عنایت بفرمایید، اینجا نوشته شده، این چیز خاصی نیست، اما درک این جریان که به اصطلاح به ازای m بار میاد عملیات رو لاگ m بار تکرار میکنه، این رو جالب هست. یعنی هم تفاوتی نداره که یک بشری بیاد بگوید که در واقع این عملیات به اصطلاح این تعداد تکرار میشه یا بیاد بگه که n log n. این زبان الگوریتمی هست. شما به عنوان مهندس نرم افزار بهتر هست که در دنیای الگوریتم این مفاهیم رو من خواهش میکنم به درستی یاد بگیرید. اینها یک سری مفاهیم نمیگم دشوار، نیازمند مطالعه هست این مطالب. خواهشی که از عزیزان دارم این هست که تحلیل رو ببینید درست انجام بدیم. تحلیل رو، این تحلیل یک تحلیلی هست که ببینید شاید ساده به نظر برسه، اما اگر در این تحلیل اشتباهی صورت بگیره و تایم کامپلکسیتی و بیگ او اشتباه محاسبه بشود، دیگه نه اون محاسبه به درد میخوره نه این الگوریتم به درد میخوره. واقعیت امر این هست که اگر ما تایم کامپلکسیتی ببینید ما نرسیدیم به بحث اسپیس کامپلکسیتی. ما یک بحث تایم کامپلکسیتی داریم، یک بحث اسپیس کامپلکسیتی داریم، یک بحث اسپیس کامپلکسیتی داریم که انشاءالله بعد از اینکه بحث بیگ او رو تمام کردیم، حالا ما مونده در واقع n2 2n در واقع و n فاکتوریل. اینها رو هم که مورد بررسی قرار دادیم انشاءالله ما وارد موضوع اسپیس کامپلکسیتی هم خواهیم شد که در واقع پیچیدگی فضا چی هست و چه مقدار فضا در واقع در جریان اجرای الگوریتم ها
اشکال میشه و نرخ رشد این در واقع اشکال فضا چگونه پیش میرود. اینها موضوعاتی هست که معمولا در محیط های اکادمیک در واقع بیان نمی شود. این قسمت رو به پایان میرسانیم و انشاءالله در قسمت آتی با پیچیدگی در واقع عرض کنم خدمتتون که این دو در خدمتتون خواهیم بود. شما رو به خدای بزرگ و منان می سپارم. خدا یار و یاورتان.